با درود بر همه دوستای خیلی خوبم، امیدوارم که هر کجای کره خاکی هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ویدیو قبلی که در خصوص گلوتامین بود خیلی استقبال کردن. طریقه شناختن صحیح گلوتامین رو سری قبلی بهتون گفتم که باید توی آب حل بشه. دقیقاً برای همه سوال بود که کراتین هم باید همین شکل بشه، پروتئین یا آمینو اسیدهایی یا بی سی ای هایی که به صورت پودر هست اونم باید این شکلی بشه. دوستان عزیز، نه پروتئین و آمینو اسید نباید این شکلی باشه. من فقط در خصوص گلوتامین صحبت کردم. امروز هم میخوام راجع به کراتین باهاتون صحبت بکنم و بهتون بگم که کراتین هم دقیقاً مثل گلوتامین میتونه توی آب حل بشه، یعنی باید توی آب حل بشه. البته ما دو نمونه کراتین داریم. کراتین داریم با مش 200 و کراتین داریم با مش 100. معمولا روی باتل محصولات مش این به قول معروف کراتین ها رو می‌نویسن. مش، شاید براتون سوال پیش بیاد که مش چی هست. مش خالصیت هر یک دونه از خود کراتین هست که به چه صورتی این پودر شده و خالص هست. خیلی توی ایران میگن که کراتین کریستالی هست. این اصلا همچین چیزی وجود نداره دوستان عزیز. اصلا این آشغالا رو مصرف نکنید و همونا هستن که منجر به مریضی کبدی و مخصوصا کلیه شما میشن. کراتین و گلوتامین دو تا محصول هستن که توی کلیه ها دیالیز میشن، تجزیه تحلیل میشن و وارد بدن میشن. یک اسکوپ 5 گرمی کراتین رو من داخل 300 میلی گرم آب ریختم، دقیقا همون کاری که با گلوتامین انجام دادم. باید تکونش بدیم، شیکش بکنیم که این حل بشه و هیچ چیزی هم نباید ته‌نشین این باتل آب بشه. یک کمی مثل اون زمان میبره. تو این زمان استفاده میکنم که راجع به یه موضوع دیگه باتون صحبت بکنم. خیلی از بچه‌ها دارن تماس میگیرن که محصولات ایوین رو از کجا خریداری بکنن، چجوری میتونن استفاده بکنن که بخرن اینو. شما میتونید به شماره تلفنی که من زیر میزنم، نماینده دفتر ما تو دبی هست، تماس بگیرید. راهنمایی کامل رو بهتون میکنن که از کجا و به چه طریق میتونید خرید بکنید، هم به صورت عمده و هم به صورت تک فروشی. بیشتر به صورت عمده میتونم بهتون کمک بکنم. این هفته تمام جنس‌ها رو ما داریم پخش میکنیم توی بازار و سعی میکنیم همه به دست همشون برسه و شما هم بتونید ازش استفاده بکنید. در خصوص پروتئین، در خصوص آمینو اسیدها و بی سی ای های پودری که سوال کرده بودید، باید مثل کراتین و گلوتامین حل بشه توی آب. نه دوستان عزیز، نباید حل بشه توی آب. اونا اصلا یه چیز دیگه هستن، اونا طعم دارن و به هیچ عنوان این شکلی نیستن. خب کراتین رو من ریختم توی آب. ته کراتین رو دارید نگاه میکنید، روش هیچی نیست، مثل شفاف، نه طعمی داره نه چیزی. اگر نگاه بکنید شفاف هست. کراتین اصل کراتینیه که توی آب حل بشه، هم کراتین و هم گلوتامین. توجه داشته باشید، این خیلی 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 مهم هست. توی کلیه هاتون رسوب میکنه. اگر ته‌نشین، هر چقدر که ته‌نشین بشه توی آب و حل نشه، دقیقا همون مقدار میره ته کلیه هاتون، پایین کلیه هاتون میمونه. به مرور زمان از نیم گرم شروع میشه میاد بالا و بعضا کلیه درد هم میگیرین. خیلی از بچه‌ها به من میگن که وقتی کراتین مصرف میکنن بعد از یک هفته 2 هفته کلیه درد میان. علت کلیه درد گرفتنشون فقط به خاطر همین هست، هیچ فرقی با شن کلیه نداره و شما باید اینا رو به مرور زمان از تو کلیاتون، حالا بعضی از بدنها خارج میکنه از طریق ادرار، بعضیا خارج نمیکنه، همونجا میمونه و براشون مشکل ساز میشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. موفق باشید.